الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولی دوستان گرامی، از الله متعال می خواهم شب و روز خیش را در طاعت و عبادت و بندگی الله متعال سپری نموده و همیشه از الله متعال خوف و ترس داشته باشید. ولی دوستان گرامی، مؤمن و مسلمان واقعی کسی است که از الله متعال خوف و ترس داشته باشد. اگر بنده از رب خویش ترس داشته باشد، همیشه تلاش می کند عمل انجام بدهد که الله متعال خوشحال شود. و کسی که از الله متعال ترس داشته باشد به طرف او نزدیک خواهد شد. ولی دوستان گرامی، از الله متعال می خواهم که من شما را توفیق دهد و به طرف او برگشته و اعمال انجام دهیم که سبب داخل شدن ترس پروردگار در قلبهای من و شما شده و بر رب خویش قربت حاصل نماییم. ولی دوستان گرامی، الله متعال در کلام خویش بار بار هشدار می دهد که ای انسان ها فقط از من ترس داشته باشید. قال تعالی و ایای فرهبون. بلی الله متعال در سوره بقره آیه 40 می فرماید تنها از من بترسید. و قال تعالی ان بطش ربک لشدید. الله متعال در سوره بروج آیه 12 می فرماید هر آینه گرفت پروردگارت سخت می باشد. و قال تعالی وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شدید. همچنین از سختگیری پروردگارت چون بخواهد دیار ستمکاران را ویران کند، انتقام و گرفت پروردگارت بسیار دردناک و دشوار می باشد. و قال تعالی يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله متعال می فرماید ای مردم، از پروردگار خیش بترسید. همان زلزله قیامت چیزی بزرگی است. آن روزی که آن را ببینید غافل شود هر شیر دهنده از طفلی که شیر می دهد و هر زن باردار بار شکم خود را بنهد و مردم را مست شده ببینی حال آنکه مست نیستند، اما عذاب الله متعال سخت می باشد. وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. و اما کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بترسد و نفس خیش را از هوا و هوس باز دارد، پس یقینا بهشت جایگاه اوست. همچنین الله متعال از کسانی که از رب خیش ترس داشتند وقتی که داخل جنت می شوند نقل قول می کند قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ما از پیش در میان قبیله و خانواده خیش از رب خیش ترس داشته بودیم و الله متعال بر ما منت نهاد و ما را از عذاب گرم دوزخ حفاظت نمود. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند. ایشان فرمودند: ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة. همان یکی از شما در شکم مادرش به مدت 40 روز به صورت نطفه جمع می شود، ثم یکون علقة مثل ذلك، و بعد از آن به مدت 40 روز دیگر آن نطفه به خون بسته تبدیل می شود، ثم یکون مضغة مثل ذلك، بعد از آن به مدت 40 روز دیگر آن خون بسته به یک تیکه گوشت تبدیل می شود، ثم یرسل الملک فینفخ فیه الروح، سپس ملک فرستاده شده و در وی روح می دمد، و یؤمر ب4 کلمات، و به 4 چیز دستور داده می شود. بکتب رزقه، رزق روزیش را نوشته می کند، یعنی تا کدام و چه اندازه از روزی دنیا استفاده می کند، و اجله، مقدار زندگی و حیاتش را نوشته می کند، و عمله، مقدار و چگونگی عملش را نوشته می کند، و شقی او سعید، اینکه انسان نیکبخت است یا بدبخت. والذی لا اله غیره، قسم به ذاتی که معبود بر حق و جز او نیست. ان احدکم لیعمل عمل اهل الجنه حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع. همان یکی از شما عمل اهل بهشت را انجام می دهد که میان او و بهشت جز گز باقی نمی ماند. فیسبق علیه الکتاب، ولی نوشته لوح محفوظ بر وی سبقت می جوید. فیعمل بعمل اهل النار فیدخلها، و وی عمل اهل دوزخ را انجام داده و به دوزخ داخل می گردد. و ان احدکم لیعمل بعمل اهل النار حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع. و همانا یکی از شما عمل اهل دوزخ را انجام می دهد که میان او و دوزخ جز گزی نمی ماند. فیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل اهل الجنه فیدخلها، ولی کتاب لوح محفوظ بر وی سبقت جسته و وی عمل اهل بهشت را انجام داده و به آن داخل می گردد. ابو ذر رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: انی ارا ما لا ترون، من اونچه را که شما نمی بینید می بینم. اتت السماء و حق لها ان تئت، آسمان ناله نمود و باید هم ناله کند. ما فیها موضوع 4 اصابع الا و ملک واضع جبهته ساجدا لله تعالی. از سبب آنچه که در آسمان جای 4 انگشت خالی نیست مگر اینکه ملک پیشانیش را برای سجده به باری تعالی نهاده است. والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء على الفروش ولخرجتم الى السعودات تجارون الى الله تعالی. قسم به الله متعال اگر آنچه را میدانم شما میدانستید همان کم خنده می کردید و بسیار گریان می نمودید و در بستر از زنان لذت نگرفته و در کوچه ها برآمده و با الله متعال استغاثه می کردید. ابو برزه نزلة ابن عبید الاسلمی رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند:
ایشان فرمودند لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمره فيما افناه. در روز قیامت هیچ انسان قدمهایش را برداشتن نمیتواند تا اینکه پاسخ ندهد که عمرش را در کجا فنا نموده است. و عن علمه فيما فعل فيه، از علمش پرسان کرده می شود که در آن چه کرده است. و عن ماله من این اکتسبه و فی منفقه، و از مالش که از کدام را اون را به دست آورده و به کدام را صرف نموده. و عن جسمه فيما ابلاه، از جسم جانش که اون را در کدام را پیر کرده است. برای دوستان گرامی، عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند، ایشان فرمود ما منکم من احد الا سیکلمه ربه لیس بینه و بینه ترجمان. هیچ کدام شما نیست مگر اینکه الله متعال با او سخن میگوید در حالی که میان او و الله متعال ترجمان وجود ندارد. فینظر ایمن منه فلا یرى الا ما قدمه، پس به جانب راست خویش می‌نگرد جز آنچه را که از اعمالش پیش فرستادن نمی‌بیند. و ینظر اشأم منه فلا یرى الا ما قدمه، و به طرف چپ خویش می‌نگرد جز آنچه را که پیش فرستادن نمی‌بیند. و ینظر بین یدیه فلا یرى الا النار تلق وجهه، جلو خویش را می‌بیند غیر از دوزخ چیز دیگر را مشاهده نمی‌کند. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، پس خود را از دوزخ حفاظت نمایید هرچند به نیم دانه خرما باشد. برای دوستان گرامی، انسان هوشیار کسی است از الله متعال ترسیده و اعمال خویش را اصلاح نماید. استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین استغفروه انه هو الغفور الرحیم.